بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محسن جلالی جاسکی از محله سرکله شگفتی های خدا را به شما نشان می‌دهیم. شگفتی که شما در آن در عجب میمانید. قدرت خدا را ندیدی؟ الان ببین. تمام بر این تصورند که پری دریایی وجود ندارد، ولی با بالا آمدن دریا پری دریایی به بالا افتاده است. می رویم که آن را به شما نشان دهیم. این پری دریایی است. خوب او را مشاهده کنید و قدرت خدا را ببینید. دستان و قد و قامت پری دریایی که بالا افتاده است و به قدرت خدا خشک شده است. می‌خواهیم چهره او را به شما خوب نشان بدهیم. این چهره پری دریایی است. خوب مشاهده کنید. قدرت خدا را ببینید و دستانش که خشک شده است. او به بالا با قدرت طوفانی که آمده است به بالای ساحل آمده، ولی توان آن را نداشته که دوباره برگرده و در ساحل خشک شده است که خداوند قدرت خود را به بندگان نشان دهد. این دم پری دریایی که خشک شده است امروز. عجایب و خلقتی که خداوند به وجود آورده است. خوب او را تماشا کنید. و تبارک الله و احسن الخالقین. دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محسن جلالی جاسکی از محله سرکله شگفتی های خدا را به شما نشان می‌دهیم.